ماشاءالله. قهرمان بود. قهرمان بود، بله میدونم، بله بابای شما قهرمان. من نتونست بیاد. کی داییتون؟ یکی دو روزی است. خیلی خوب. 2 انگشتر بدید که دن روزی برو. دایی لارا بدید. من چون دعا خوندم بورو ناجان بهشون بدید. به این دعا و قدوم دا و قدوم دا. ماشاءالله. جانم جانم چیکار کنم؟ به کی بدم؟ این خانم همین یه فرزند رو از شهید دارید. اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نه حنانه. خیلی خوب، موفق الاسان. بدید آقا. حنانه خانم هیچی من شعر okudum abi. شعر okusun. Okusun elbi yoktu. Okulandırayım biraz. Gel buraya, gel bir yakına gel. نوشتی مشق ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خانم کوثر بیا ببینم، بیا. احوال شما، احوال شما. نمیخواد بره، میخواد میشینی. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی. ماشین بازی؟ بارکالله. شهد ان محمد رسول الله. این شهید بلباسی من خوندم وصیت‌نامه‌شو، نامه‌شو به این خانم میگه که اگر شما نبودی من به این راه نمیرفتم، شما بودی که کمک کردی من تونستم به این راه برم. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه و مردم حرف میزنن. بالذین لم یلحقوا بهم، با ماها دارن